دوستان سلام، روز خوش. خب یک بافت بسیار زیبا ولی سنگ زمینی. دوستان خیلی ها این مدل بافت ها رو با شوک شاب سنگ ها اشتباه تشخیص میدن. خب اینها شوک نیست عزیزان، اینها شوک مربوط به بافت شهاب سنگ نیست. این مدل رگه ها کاملا زمینیه، اینا شوک حرارت و شوک شهاب سنگ نیست عزیزان. توی شوک ها و تو بافت شناسی شهاب سنگ ها یک مقداری باید دقت بیشتری بشه، وگرنه کاملا میتونه آدم رو با خطا مواجه کنه. این سنگ حاصل شوک شهاب سنگ نیست، این یک سنگ کاملا زمینی و این رگه های زمینی است عزیزان. موفق باشید.